چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گویم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. چی خوش باشد که با مولوی صاحب ما چند برادرها میخواستیم که بریم حج بریم دیگه، چی آمادگی بگیریم به خاطر این حج دیگه میخوایم که بریم مثال بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. هر انسان مسلمان که میخوایم به حج بره باید 4 آمادگی بگیری. اول آمادگی ایمانی بگیری، دوم آمادگی اخلاقی بگیری، سوم آمادگی مالی بگیری، چهارمش آمادگی علمی. این 4 آمادگی. شما می 4 چیزا باید خدا آماده بذاره. آمادگی ایمانی است که آجی اول وقتی که قصد میکنه که به بیت الله شریف بره، باید از نگاه ایمانی خود تقویت بکند، عقیده توحید، عبادت، اگر گناه ها کرده از گناه های خود توبه بکنه، از اشتباهاتی که کرده از توبه بکنه و به بارگاه الله رجوع بکنه، زیاد توبه بکنه و ایمان خود پخته بسازه. همچنان وقتی که مسائل شخصی خود توبه کرد و از او خلاص شد، درباره حقوق مردم اگر پیسه کس را خورده یا دین کس بالایش است یا کدام وقت رشوت گرفته یا هر حقی که از مردم ضایع کرده، پول باشه مال باشه، ایره باید ببره و آدم پشت دروازه را تق تق بکنه و برش بگه که برادر اینی پولت یا اینی دینت یا اینی حقت، ایره تسلیم شو. دیگه کاری که میکنه اگر برای یک کس اذیت رسانده، کدام وقتی که کس جنگ کرده، قال مقال کرده، آبروی کسی را ریختانده، ظلم بالای از او کرده، حقش خورده، بره در پشت خانهش دروازهش رو تق تق بکنه و از پیشش معذرت بخواه و برش بگه که من اشتباه کردم و غلطی کردم، تا ای که به خاطر ازی که در حج وقتی که انسان با به شکل یک ظالم بره، الله باز کی از ظالم دعایش قبول میکنه. باید از اون معذرت و معافی بخواه که اگر رو ببخشش و کوشش بکنه که او را عفو بکنه. دل بدل کن، دل بدل کن، دل بدل کن، الهی دل بدل کن، دل بدل کن، الهی دل بدل کن، دل بدل کن، اگرچه پرگناه. دیگه کاری که آجی باید بکنه اون نیت خدا اصلاح کنه. مثلا وقتی که حج میره به نیت رقابت و یا ای که مردم مرا آجی بگویه یا ای که بچهای کاکای من میره، اینی مسائل در فکرش نباشه، بلکه نیت خدا چی کنه، اصلاح بسازه و به شکل به حج بره که فقط مخلصانه به خاطر رضایت الله بره. مزاحم نشم از خاطر مسئله حج. نام مام برآمده، نام برادر ما در قرعه‌کشی حج برآمده دیگه. خوب شدمی الحمدلله شد. یعنی مردمای ضعیف و بینام و بینشان یادم منطقه ما همین اودر زده کلگی حج رفته، یک ماه مونده بودیم. همین هر وقت که می آدم وارم میبینه چیز باز خواستن همون حالت کشفش و ختم و گپایی که میگیرن چه قسم آدم بخی کم میه دیگه. الحمدلله خوب شد. باز میخواستم خودتان مشوره کنم که چه قسم بریم، چی بخریم، که خود از اینجا چی بریم، از اینجا چی بیاریم. الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مامور کرده نشده بودن اینمی اقوام سابقه که مسلمانان بودن، یعنی امتهای دیگه، مگر به این مامور شده بودن که عبادت یک الله را بکنه و نظام کلیش خالص برای الله بگردانه. از امو خاطر ما مامور شدیم، ما به می مامور شدیم که عبادت خاص برای الله متعال بسازیم. اگر او نماز است، اگر روزه است، اگر حج است. یکی از جمله دسایس شیطان امیسته که یک تعداد مردم ما شیطان میگیره امی عبادت عظیمش برباد و هلاک میسازه
و امی نظر در پیش خود میگیره که من میرم مردم برای ماجی صاحب بگویا، یا من میرم به خاطر که او درزادا رفته، یا من میرم که باش کشوفشم بالا شوه. این عبادت به نزد الله متعال مقبول نیست. و دیگه از مسائل امی سیالی و سیالی کردن و میمانی های اضافی و مصارف بیجا و از دیگه پا اجتناب بکنم. مثلا وقت داری که بریم یک شرکت طرف کمپانی و نقاش یک دانه گوساله بگیریم و صبح دیگه صبح شو بخیر هم دوستا و خاله ایمشان همه ایمشان پول گیرن بخواهیم یک میمانی هم دوستا را جمع کنیم به شکل خداحافظی و یک میمانی که ما حج میریم. و به در خونمو مولوی صاحب خودت رفتی باز آمدی پس بر ما شروع کردی مولوی صاحب میگه که ریاکاری نکنیم. اینمی ریاکاری نیست چی هستن؟ حالا تو از مردم همین کارا میکنن. حالا چگونه باز دادا از مردم آوردی؟ اما روز خودت گفتی که مولوی صاحب رفتم پیش 6 تن برای ما به یک زبان گفت که مخلصین له الدین سعیست که اخلاص بکنین. خودت آمدی همین آیت برای ما خواندی. خب وقتی که اخلاص برای الله هست، حالا مردم چی پوشش میگرده که باز گوسفند بگیرم، شطور بگیرم، مچمیره بگیرم، باز مردم خوشحال بشن. خب باز این ریا رو داخل کردی برادر. نه خب مسئله ریا نیست، حالا از مردم هم میرقم خوردیم قسم این از مردم خوردیم از مردم. تو اگه حج به خاطر رضایت الله میکنی، کم فقیر مسکین است 4 تا فقیر کمک کردی کاتش میری مثلا علاوه فلانی چیزا میگه تو گمش که برادر خیر ما را پیش میاره که تو دمی سفر تمام روز مردم بیخی از این پیش بگو یا الله دمی تو راضی میشی برو در 1-4 تا غریب کمک بکن. یعنی چیزا خیر تو ضرور نیست آدم بکنه. حالا خودت گفتی که اخلاص وقتی که بر الله میشه مردم چی میگن؟ مردم خوش میشه خفه میشه. هدف من است که آیا از نگاه شرعی ما مکلفیت داریم نداریم با دوستای خود هم یک میمانی یک گوساله یک خیراتی که پیش از حج امروز کردی والا پیش از حج یک میمانی هست باز بسیاری کسا حج رفتن نمیتونن. چرا حج نمیری؟ میگه والا من به خاطر از نمیرم که میمانی کردن نمیتونم. من به خاطر از اینکه باز مثلا میمانا رو چطور کنم مصرف میمانی که از 4 چند حج میشه. نمیگم تو یک دونه گوساله رو چند میری میخری 35-40 هزار فراد برو اینا رو گوساله بخر. نمیاله تو مثلا نمیره گرفتی دیگه روزی که دیگه حج رفتن نمیتونه. اینمی که تو اینمی ریاکاری رو میکنی حجت خراب میکنیم. برادر به خاطر رضایت الله میکنیم. دوستای ما که هست ان شاء الله الحمدلله کدام دوست ما است که غریب از بیچاره است. اگه غریب بیچاره است کمک میگه برو خفه کرد یک بوجیار بگی یک فیبروغن بگی برش بده خلاص برو بسیار. امیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نگفته که امو 7 طایفه که مولوی صاحب گفت که 7 طایفه که زیر سایه عرش الله می باشن یکیش کی هستن؟ گفت یکیش کسی است که به دست راست خود صدقه میکنه دست چپش خبر نمیشه. خلاص دوم آمادگی علمی هست. آجی که کسی که قصد میکنه که چون در اسلام چیزی که یک عمل یا عبادت کدام میکنه فهمیدن احکام از او فرایضش واجباتش سنتاش مستحباتش هم بالاش لازم است. پس حاجی باید یعنی فرایض حج واجبات حج سنتای حج مستحبات حج مکروهات و حتی چیزایی که بدعت های حج از درباره کل از این معلومات حاصل بکنه که نشه که در این بلاها مبتلا شود. بسم الله الرحمن الرحیم. فرایض حج 4 چیز است. یکی وقوف در عرفات است، احرام است و طواف خانه کعبه است. طواف فرضی البته. و سعی بین صفا و مروه که سعی بین صفا و مروه اختلافی است. حج البته 3 تاشو میخوام که بیان کنم که بستن احرام قبل از میقات است که زمان که پیش از اینکه از میقات بگذریم باید احرام خود بسته کنیم. اگر نه که بسته نکنیم واجب ترک میشه و میتونیم فرض بگیریم. دومش شب بودن در مینا می باشه و سومش هم از واجبات حج بودن در عرفات تا غروب. البته بودن در عرفات توقف کردن فرض است و تا غروب آفتاب تا شام بودن واجب است. الرحمن از واجبات حج 4مش که از وقوف در مزدلفه است، 5مش جمرات سگانه است و 6مش هم حلق یا قصر است. الهی دل بدل کن دل بدل کن الهی دل بدل کن دل بدل کن اگر چی پر گناهم دل بدل کن. دیگه آمادگی مالی هست که هم مثلا مصارف فامیل خوده و داشته باشه و هم مصارفی که به حج میره که اونجا بار دوش دیگران نشه ایره داشته باشه و بره سودای خانه خود و اموالی که در خانه ضرورت میشه کل زیر خریداری بکنه و بیاره در خانه خود همه چیز داشته باشه. هم مصارفی که پای
خانه خود و هم دیگه مصارف دیگه که مثلا ضرورت هایی که در اونجا داره، کمربند، بکس، احرام، چبلق، لباس، هر چیزی که اونجا ضرورت هست رو کلش بر خود آماده داشته باشه، آماده بکنه که وقت حرکت میکنه کل چیزا رو داشته باشه که اونجا باز محتاج نشه. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم با کعبت الله خانه حق، با ذکر و طاعت قرآن بگردیم. و چهارمیش آمادگی اخلاقی است که وقتی حاجی صاحب به حج میره فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ایره مراعات بکنه و مسائل اخلاقی رو بسیار دقیق باشه. رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث چی رو میگن؟ رفثی است که این مسائل تعلق میگیره به مسائل اخلاقی، یعنی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث چی رو میگن؟ استخدام کلمات شهوت آمیز، حتی شوهر که به خانم خود میگه یا خانم بر شوهر میگه، یک انسان کلماتی که دو چیزی از شهوت و ایگپا باشه. ولا فسوق و همچنان کلمات فاسقانه، حرکات فاسقانه، مثلا دروغ، غیبت، مذاق بی جای، گپای بی جای، سخنای بی جای، اینه نگویه. ولا جدال و مجادله و گفتگو و قال مقال و جنگ و گپا. پس آمادگی اخلاقی چی است؟ که انسان الفاظ خود کنترل بکنه و اعمال خود کنترل بکنه و من حیث یک انسان با اخلاق تمام چشم خود کنترل بکنه. یک حاجی هست مثلا حج میره، متاسفانه در اتاقی که برش هتل داده میشه اونجا تلویزیون است، قرار 6 فیلم هندی سیل میکنه. یعنی از نگاه اخلاقی برازی که خوب است که تو در حرم شریف فیلم سیل میکنی. بعضی کسا غیبت میکنن، قال مقال میکنن، تیلگکان میکنن. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام. چیال دارین؟ خوب هستین؟ راستی استاد کدام تصمیم داشتی گفتی بخیر کدام جای سفر داریم؟ بله استاد، ما بسیار وقت میشه که تقریبا چندین سال میشه با بسیار سختی خیلی پیسه جمع کردم، گفتم که برم بخیر به سفر حج دیگه. انشالله پلان دارم که فامیلم بخیر ببرم، امروز خود اشتکارم ببرم که باز خوب است که از همین خوردی چیز شوند، حاجی شوند بخیر. مثل بعضی کسا که از وقت میرن حج باز حاجی میشن، مردم هم حاجی بگه حج امام شوه بخیر. خب استاد چی فرق میکنه که آدم اشتکارم هم رای خود ببره؟ حالا مردم افغانستان خواهی قسم بسیاری همه تو تصور میکنن که باید تفلک ها را ببریم یا مثلا خودتان برین و بسیاری وقتها مصارف خانه تان هم میگی که ندارم و خب وضعیت زندگی تان بر من معلوم است. اول حج خود سر شما آیا فرض است که شما سر خود به زور حج فرض میکنید؟ مثلا مصارف اولادت، مصارف فامیل، مصارف خانواده و بازی طفلا مثلا وقتی که شما را میبرین کتتان حج، این خب بیچاره این طفلا اول سر از جا فرض نیست، چون یکی از شرایط فرضیت حج بلوغ است یا بالغ نیستن و اگر یا احیانا یا ببرین هم بعد از اینکه شما پس مثلا از چیز مین از حج بین یا مثلا این کلان شوه بازی که حج از اینا خود نشد دیگه. اینا باز ضرورت به این دارن که اگر وقت بالغ میشن باز امکانات داشته باشن خودشان حج برن و دیگه مشکلش است که وقتی همین اطفال مردم میبرن بسیار مزاحمت ایجاد میکنه، بسیاری وقتا در وقت نماز گریه میکنن، بسیاری وقتا یا ضرورت به تشناب میباشه، یعنی مشکلات هم داشته باشن. مثلا
واجب اول ما شما گفتیم که امی احرام بستن در میقات یا قبل از میقات، یعنی که قبل از میقات باید چی باشه؟ احرام بسته باشه. صحیح است نه؟ یعنی احرام بستن قبل از میقاتی واجب است. بله. دوم واجبش که چی است؟ دوم واجب باقی ماندن یا شب تیر کردن در کجاست؟ در مینا. این دو شد نه؟ سوم واجبت که پیش میری تا غروب آفتاب روز عرفات در عرفات ماندن. بله بله. این سه شد نه؟ بله. وقوف در عرفات فرض است و تا شام ماندن واجب است. آفتاب جزاک الله خیر. یعنی سه تا شد، سه شد نه؟ سه تا شد، چهار تا؟ چهار تا شد. بله. خب پنجمیش چی است؟ وقوف در مزدلفه است. بله. بله. این 5 تا شد نه؟ ششمیش جمرات است. جمرات است. صحیح است؟ دم سر کوتی سنگی چی بود؟ دارالمان. دارالمان. خواست. صحیح شد؟ بله. ششمش جمرات شد. بله. هفتمش قرب. هفتمش چی است؟ هفتمش امی ذبح هدیه است. امی هدیه که ذبح میکنی. بله. این شد هفتم نه؟ بله. هشتمش حلق یا قصر سر است. بله. بله. و نهمیش هم طواف وداع است. یعنی 9 تا چی داریش؟ داریم واجب داریم. یاد گرفتی باز بگو. بله یاد گرفتم. استاد واجبات حج 9 هستند. اولش بستن احرام قبل از میقات این واجب است و دومش وقوف در عرفات تا به شام، اینی بودن در مینا تا شام، شب تیر کردن در مینا این واجب است و دیگه وقوف در عرفات تا به شام اینی هم واجب است و چهارمیش در مزدلفه است. وقوف در مزدلفه است و پنجمش هم در مینا جمره زدن است. نه چی است؟ وقوف در چیز شد نه؟ وقوف در مزدلفه گفتی؟ گفتم اینا خود جمره زدن است. جمره زدن جمرات سیگانه و بعد از او قربانی در قربانگاه رفتن است که ذبح هدیه است و دیگهش قصر یا کله تکدو بگیرید کم کردن موی یا قصر یا کل کردن موی این است و دیگهش هم سعی بین صفا و مروه است. واجب در زحناف است. در زحناف و آخریش هم طواف وداع است. طواف وداع است. من وصیت میکنم که اگر در جریان سفر عجلم پورا شده باشد و وفات نمایم، مرا در همان جای دفن کنید که وفات نموده‌ام، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه بود. وقتی در مدینه منوره وفات یافت او را به زادگاهش نبردند، زیرا این عمل کدام اساس اسلامی ندارد. همچنان
وصیت میکنم که مالهایم را که حق ورثه و یتیمانم می شود مصارف بیجا نکنید. روز 2 و 3 و شب جمعگی و 40 اساس شرعی ندارند. برای من این کارها را نکنید. از حق ورثه به نام خیرات و زکات، به نام خیرات و اسقاط که حق یتیمان می شود به کسی ندهید. قبرم را سمنت و گنبد نسازید، زیرا مخالف ارشادات نبوی می باشد. اگر کسی مرا دوست دارد کتابهایم را چاپ کند و بین مسلمانان تقسیم نماید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله، صبح بخیر حرکت است. مبارک باش انشاءالله. الهی دل بدل کن، دل بدل کن، الهی دل بدل کن، دل بدل کن. اگر چی پر گناهم دل بدل کن، دل پر غفلتم را تو بدل کن. الهی تو کریمی تو رحیمی، الهی تو کریمی تو رحیمی، الهی تو تواب و تو حلیمی. دل پر غفلتم را تو بدل کن، الهی دل بدل کن، دل بدل کن، الهی دل بدل کن، دل بدل کن. اگر چی پر گناهم دل بدل کن.